در شامگاهی که قرار بود نشانه‌ای از امید باشد و آتش بس دوباره تمدید شود، صدای انفجار بار دیگر آسمان جنوب شرق افغانستان را لرزاند. منابع محلی از ولایت پکتیکا میگویند که جنگنده‌های ارتش پاکستان جمعه شب مناطق در ولسوالی‌های ارگون و برمل را هدف حملات هوایی قرار دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در بیانیه رسمی حملات پاکستان را تایید کرد و گفت که در این حملات شماری از غیر نظامیان کشور جان باختند. امارت اسلامی حق پاسخ به تجاوز را برای خود محفوظ می دارد، اما برای حفظ اعتبار تیم مذاکره کننده در دوحه نیروهای خود را از هر گونه اقدام تلافی جویانه فعلا منع کرده است. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان نیز خواستار توقف حملات پاکستان و برقراری روابط بر پایه اصول بین المللی شد. پاکستان باید از تئوری تحت الحمایگی در مورد افغانستان دست بردارد. قاعدتاً فشارها به این منظور به افغانستان کابل را از اسلام آباد دور و به دهلی نزدیک می کند. راه حل بحران جاری تدبیر عقلانیت و دیپلماسی است، نه بحران آفرینی و جنگ‌های نظامی. حملات اخیر در پکتیکا جامعه ورزشی افغانستان را نیز داغدار کرد. برد کرکت افغانستان از کشته شدن 8 بازیکن محلی خبر داد. در واکنش این نهاد اعلام کرد در اعتراض به حملات از حضور در تورنمنت 3 جانبه با پاکستان و سریلانکا انصراف می‌دهد. این تصمیم با حمایت گسترده در فضای مجازی از جمله پیام راشد خان همراه شد. بنیاد بین المللی حقوق بشر نیز این حمله را نقض قوانین بشردوستانه دانسته و خواستار بررسی آن توسط سازمان ملل شده است. مشکلات داخلی پاکستان حلشان کلیدشان نباید در کابل دیده شود، بلکه این مشکل در سیاست خود پاکستان است. تا که در پاکستان یک حکومت مردمی با صلاحیت مردم، یک حکومت جمهوری ایجاد نشود، مردم پاکستان قربانی سیاست‌های نظامی‌های پاکستان خواهند بودند و این ممکن است که دامنشان آتششان بیشتر شوند و خود پاکستان در آن به طوری بسوزند که ممکن است به طرف نابودی برند. همزمان هیئت بلندپایه بر ریاست محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارت اسلامی از کابل به دوحه رفتند تا با مقام‌های پاکستانی درباره تنش‌های اخیر گفتگو کنند. دا چې واده شوی و له پاکستاني اړخ سره به نن په دوحه کې مذاکرات ترسره کیږي. د دفاع وزیر محترم مولوی محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د اسلامي امارت یو لوړپوړی هیئت نن دوحې ته ولاړ. در واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نشستی در کاخ سفید گفت که از حملات پاکستان به افغانستان آگاه است و حل این مناقشه را کار ساده برای خود دانست. میدانم که پاکستان به افغانستان حمله کرده است. اگر لازم باشد این مشکل را حل کنم، برای من حل آن آسان است. من از حل درگیری ها خوشم می آید. میدانید چرا؟ چون میخواهم جلوی کشتار مردم را بگیرم. در واکنش دیگر زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان گفت که اگر پاکستان همسایه صادق است باید حملات خود به افغانستان را متوقف کند و برای برقراری صلح همکاری صادقانه داشته باشد. مذاکرات در دوحه با پایانی و میزبانی قطر صورت بگیرد، ولی معلوم نیست که اگر به کدام نتیجه طرفین نرسند اوضاع به کدام طرف حرکت خواهد کرد و قطعه دیگری که از طرف راولپندی و اسلام آباد بازی خواهد شد شامل چی عناصر خواهد بود. شمار دیگر از آگاهان سیاسی مذاکرات جاری در دوحه را فرصت مناسب برای حل بحران افغانستان از مسیر دیپلماسی ارزیابی می کنند. تلاش‌های دولت قطر و عربستان سعودی برای ایجاد یک آتش بس در جنگ میان نیروهای نظامی افغانستان و پاکستان یک اقدام نیک است. مذاکرات و تفاهم و گفتگو برای پایان نزاع و بحران هم یکی از اقدامات بسیار خوب است. برای هر جنگ باید مذاکره صورت بگیره و مفاهمه و بالاخره توافق با آتش بس باشه و پایان دائمی جنگ باشه. در حالی که نگاه‌ها به دوحه دوخته شده، پرسش اصلی این است:
آیا این گفتگوها سرآغاز پایان تنش‌های مرزی و لفظی میان کابل و اسلام آباد خواهد بود و دریچه تازه به سوی دیپلماسی خواهد گشود؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش در تحولات روزهای آینده روشن خواهد شد.